درود به همه رفقای گل، خیلی خیلی خوش اومدید به یه قسمت دیگه از کانال رشت دلیوری. من مصطفی هستم و میریم برای یه ویدیو جدید و یه خورده متفاوت. البته اول از همه بگم که اصلا فکر نمی‌کردم توی مدت کوتاه به 100 تا سابسکرایب برسم. دم همگی گرم، مرسی بابت تمام لطف و محبتایی که به من داشتید تا اینجای کار. این نشون دهنده اینه که داریم تو مسیر درستی میریم دیگه. شما هم که حال میکنید با ویدیو. این سری خدمتتون هست شود که میخوام یه حرکتی بزنم. میخوام 4 تا ویدیو بگیرم، هر قسمت یه شیفت کاری 3 ساعته باشه. توی یه قسمت فقط اسنپ باکس برم، توی یه قسمت فقط اسنپ فود برم، توی یه قسمت فقط اسنپ مارکت برم و تو قسمت آخر هر 3 تا رو برم که ما ببینیم درآمد کدومشون بیشتره. البته این توی رشت باز میگم، شاید توی شهر دیگه متفاوت باشه، ولی خب ما میخوایم اینو اینجا تست کنیم. ببین تو ویدیوهای قبلی من چیکار میکردم؟ من اینجوری بودم که آقا خب مثلا کرایه فلان نمیارزه، این خیلی پایینه، این خیلی دوره، فلان و بسار، خیلی ها رو نمیگرفتم به خاطر اینکه کرایه معقول بگیرم. توی این ویدیو نمیخوام این کارو کنم. توی این ویدیو میخوام هر چی میده رو همینجوری پشت هم بگیرم. البته ممکنه چند تا جا رو نگیرم، چون یه سری جا رو باشون مشکل دارم و میدونم خیلی اعصاب خورد کنن، اونا رو ممکنه نگیرم، ولی در کل تا جایی که میتونم میخوام پشت سفارش قبول کنم که بعد متوجه بشیم ببینیم گرفتن یا نگرفتن پشت سر سفارشات تأثیری توی میزان درآمد ما داره یا نداره. چون اسنپ میگه داره. اسنپ میگه اگه تو پشت هم ویدیو اسنپ میگه شما اگه پشت هم سفارش بگیری درآمد بیشتری داری و من میخوام این کار رو بکنم. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. اگه به این نوع موضوعات علاقه دارید و لذت میبرید لطفا کانال رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. کمک خیلی بزرگی به من میکنه. دم شما گرم. بریم برای شروع. خب الان ساعت چند؟ 19:33 دقیقه، 7:30 غروبه. میخوام امروز البته یه چیزی هم بگم، امروز میخوام پشت هم اسنپ فود بگیرم. الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم یک شنبه است. یک شنبه یه روز خیلی عادی تو اسنپ فوده. به نظرم بهترین انتخاب بین روزات، چون مثلا یه روز شلوغ مثل پنجشنبه رو اگه انتخاب کنم ممکنه سفارش‌ها قیمت‌های بالاتری داشته باشه. ما می‌خوایم یه روز عادی رو بدون هیچ مشکلی حساب کتاب کنیم، با هم مقایسه کنیم. خب اولی همینجا میگیریم 33,500. من همیشه سفارش‌ها رو که میگیرم مثلا میخوام بگیرم نگاه میکنم آقا این لوکیشنش کجاست، ببین میخوره نزدیکه. چون الان مثلا اسنپ فود شاید بگید مثلا نزدیک و خیلی دورم، چقدر هستن راهش؟ 11 دقیقه 2.7 کیلومتر دیگه. این 3 ساعت رو پشت هم بریم، پشت هم ها، یعنی بدو اصلا نمیخوام وقت تلف کنم، چون برای ویدیو هم خیلی مواقع وقت تلف میشه. من یه خورده وای میستم اقلامو میخونم فلان میکنم الان نه دیگه. الان میخوام همینجوری پشت همونجوری که عادی کار میکنم. اقلام معمولا من نگاه نمیکنم، اگه بکنم خیلی سریع دیگه نگاه میکنم و اینا. معمولا هم مال مثلا میوه فروشی سوپرمارکت چیزی باشه آدم نگاه میکنه. حالا غذا اینا که خیلی سفارش گونه تا الان پیش نمیاد خیلی بزرگ باشه بگم واو نمیتونم، اونقدر بزرگ نیست. یه چند تا قسم بابت این موتور به من پیشنهاد دادید. موتور پیشنهاد دادید، یه یزیدی بود وارتال اصلا نابود کرد. گفت وارتال. من یه سال ارمنستان دانشگاه میرفته، دانشگاه اروپایی ارمنستان، مسئولش اسمش آقای وارتان بود. اصلا گفتی نابود شد. من اینو چجوری باید نمیتونم آقا این کنسله وارتان کرد. ولی یه اسمی یکی از بچه‌ها گفت هاشم. خیلی خوشه هاشم. خوب زیاد ما هاشم نداریم ناراحت شه یا چرا اسم موتور تو گذاشتی هاشم باحال. هاشم آجی من فکر میکردم لاکانی این سفارش استاد سرای
میگم چرا 12 دقیقه زدیم؟ خدایا این 12 دقیقه نمیشه که بابا. خدایی من نمیدونم جدی من میگن قور میزنی. خب با این چه سیاستیه شما دارید؟ من از منظریه برم استاد سرای چی بردارم برگردم برم بسم الله الرحمن الرحیم. نقشه هم که بنفشه دیگه جگری هم گفت دیگه یه رنگی که مثلا دیگه داداش با هیچ وسیله ای نمیتونی از ترافیک در بیاری. این رنگ این رو اعلام میکنه. بس ویدیو دوستان رایدم ببین از در اومده از ترافیک هم ببین ها. ببینیم میزده این پراید نداشت خیلی خوابه شدیده. خب یه نمیشه. سلام جدی نوشته 16 دقیقه 16 دقیقه 5 کیلومتر مقصد. بعد اینو سفارش 35,000 تومن داده. حالی عجب فانیه خدا وکیلی حساب. شما حساب کن 12-13 دقیقه روندم. الانم باید نزدیک 20 دقیقه بمونم برسم اونجا. 10 دقیقه هم رستوران طول داد. الان ببین بعد میگن چرا عصبانی میشی قور میزنی فلان میکنی. خدا وکیلی شما نگاه کن. الان من رفتم داخل رستوران 3-4 دقیقه آخر بازی رئال و بارسا بود. به من گفت الان آماده میشه. وایستاد بازی تمام. من فکر کردم خب اون پشت مثلا آشپز داره آماده میکنه دیگه. وایستاد تموم شد. بعد تازه بلند شد دفعه یخچال برداشت گرم کرد آورد داد دستم که خود پروسه که میگم 7-8 دقیقه 10 دقیقه طول کشید. گرم کرد آورد داد به من. آقا شما جای من باشید چیکارم؟ خدا شاهده اگه به خاطر چیز نبود ویدیو نبود درجه کنسل میشم. 2 تا دریوری هم میگفتم میمدم بیرون. بعد نکردم که ویدیو خراب نشه. آقا من به این آدم باید چی بگم؟ برش که چقدر دوره برش این نیم ساعت راحت بیشتر وقت من گرفت که چه هوای خوبیه چه هوای خوبیه. میدونم هر ویدیو میگم ولی خب ظهر یعنی قشنگ این شکلی بود که احساس میکردم این تخم‌مرغ آپز میشم. یا خدا پرتاب شدم. ای بابا چه عطری نگم برای رفه شدم برو دیگه. سلام تقدیمش 32,500 حل. سفارش برای 32 تومن 5 دقیقه 2 کیلومتر. اگه اشتباه نکنم میوه فروشی هم بود. جزو استنفوده دیگه. اگه نمیدونم جیکش خیلی دادی که اینجا اینه. با 7 دقیقه 3.2 کیلومتر. باید این سفارش مثلا منطقی بود با این رقم و با این فاصله و اینا. ولی قبلیه من نمیدونم والا. بعد میگم ما سیستم قیمت گذاریمون هوشمنده. داداش من 12 دقیقه رفتم 16-17 دقیقه برگشتم. خودش 30 دقیقه است. 12 هم شاید بیشتر 13 به نظر 30 دقیقه طول کشید رفت و برگشتم. حالا اون وقت تلف شدن داخل چیز حساب نمی‌کنیم میگیم تقصیر رستورانه. بعد 33 خورده دادی. بعد این سفارش که رفت و برگشتش حدوداً 15 دقیقه میشه 32 تومن. بعد این هوشمنده. حالا اون سفارش دقیقاً 50 دقیقه فکر کنم حدودی وقت من تلف کرد. 50 دقیقه.
ها بوزد یه خوشم داد و سلام سلامت باشه سلامت باشه. اینم 32 تومن اومد به حساب. بریم سریع بعدی. خب بعدی هم گرفتم 29 تومن. حاجی اینجایی که میرم بریم 4 دقیقه 2 کیلومتر فقط به خاطر شما. اینجایی که دارم میرم هر موقع میرم طول میده. ایشالله این دفعه طول نده. خواستم اینو نگیرم بگم این از جز جایی که نه بگم، ولی دیگه مثلا طول دادنش یه چیز فاجعه معمولا نیست. یه بار یه کاری کرد اصلا کلا کنسل کردم. ولی خب حالا بریم ببینیم دیگه. من میخوام تست بگیرم ببینم واقعا تو کدوم حالت میشه بیشتر در آورد. اینجا پول اینقدر تاریکه، اینقدر تاریکه واقعا جرئت نمیکنم سریع یه خورده مثلا با سوار هیچی نمیبینی جلوتر مثلا همه چند متر میشه دید. بعد اگه سریع بری یه چاله باشه اصلا نمیتونی سرعت عمل بخواد جا خالی بدی. بازم سرعتی شهر سرعتی خدا وکیلی به خدا این شهر رو میتونن تو گینس ثبت کنن. یعنی من کرکوپرم ریخته هر جا که دلشون میخواد یه سرعتگیر میذارن. اصلا تو نمیدونم والله همه جا همینجوریه. من فکر نکنم جدی بقیه شهرهای ایران این شکلی باشه. آخه چقدر سرعتگیر شب هم هست همه رو که نمیشه حفظ کرد. مرسی. 3 دقیقه 1 و 8 کیلومتر طبقه 2 چشم. دیگه 29 تومن دیگه آمد به حساب. 3 دقیقه 900 متر همش. سلام. برای یه سفارش 19 تومانی فکر کنم اینجا 8 دقیقه وایستادم. چقدر شد؟ 11 دقیقه 12 دقیقه وایستادم چون 1000 تومن به این سفارش اضافه شد 20 تومن بچه. من اصلا روز یک شنبه رو برای استنفود انتخاب کردم چون خلوت ترین روز استنفوده. یعنی اینجوری بود که گفتم بخوام اگه در بیاد که کدوم بهتره روز شلوغ رو نباید انتخاب کنم. یک شنبه رسما خلوت ترین روزه برای غذاخوری ها. میریم داخل رستوران باید 12 دقیقه وایسی برای یه دونه پیتزا و یه دونه سیب زمینی. خیلی جالبه. سلام تقدیم شما. بفرم. خواهش سفارش بعدی 22 تومن. سریع سفارش بعدی رو برم یه وقت تلف نکنیم. 3 دقیقه 1 و 4 کیلومتر. باور کنید دیگه در سریع‌ترین حالت ممکن دارم میرم. واقعا نه هیچ وقتی تلف میکنم نه چیزی. مثل اون روزایی که بدون فیلم برداری دارم کار میکنم. الان هم دارم همون کار میکنم چون موقعی که فیلم برداری میکنیم میخوایی خود جزئیات هم بپردازی یه خود وقت بیشتر هدر. سندوچ کباب بحث دیگه اصلا کنکله چی دادی این کباب با جزیزتون. سلام.
8 دقیقه 2 کیلومتر. ترافیک این یزید اومد راه ما رو بست. خودش هم نمیتونه بره، فقط الکی میندازه میره اون گوشه. خب تو همون گوشه بخواد پرواز کنی با ماشین، مسخره. سال بفرمایید. خواهش میکنم. خداحافظ. خب چطور بچه ها؟ میبینم که کانال رو ساب نمی کنید، خیلی دیگه لایک نمی کنید، کامنت نمیذارید. چی بگم؟ لایک کنید. تمام از 22 تومن اومد به حساب. میریم سفارش بعدی. 1 دقیقه سفارش رو 27 تومن. یه دقیقه چقدر؟ 485 دقیقه دیگه. نماش خوشگله. شیرم مبزه. اوه خوشگله آجی. سلام. سلامت باشید. ماشاءالله خوشگل بودین تو. جعبه قشنگش. آقا دمت گرم. 6 دقیقه 1.5 کیلومتر. خب بچه سریع میریم برای بعدی. عجب قصری. خب 27 تومن اومد به حساب. سفارش بعدی هم دوباره همون رستورانه. از اینجا باید برگردم اون رستوران، دوباره برگردم بیام اینجا. پنج دقیقه 1.6 کیلومتر. باورم نمیشه داره بارون حاجی. آسیکوتا داره، هوا هم گرمی قشنگ. چجوری وسط این گرما داره بارون؟ آجی داغون شدم بابا. این چه جاده ایه؟ مسئول نداره این شهر چاله چوله ها رو بگیره؟ حواسم به این چاله ها نمی، یادم میده بعضی وقتا. بعد زیاد شده دیگه چاله چوله. آقا چیکار دیگه میکنه؟ راهنما بزن 20 صاحب مونده رو. لطف کردید با اجازت. سلامت باشید. یا الله. سلام علیکم. اینو کجا بذارم؟ دوستان خب 18,500 اومد به حساب. اینقدر دوره 23,500. خدای من. 5 دقیقه شوخی میکنی؟ تا اونجا یه همش 5 دقیقه فاصله. 5 دقیقه باشه من راضیم.
هم خلوت شده دیگه آخر شبه، چون اینجایی که این زده معمولا خیلی شلوغه، احتمالاً دیگه خیابون خالی شده دیگه، این تایم ها دیگه خلوت میشه. واقعا امشب دیگه در سریع‌ترین حالت ممکن دارم سفارش میرسونم و فقط تمرکز رو سرعته. بچه دوست دارید یه ویدیو فقط موتور سواری بگیرم، یعنی فقط روندن دیگه، سفارشی ها نه، اصلا جدایی از پیک موتوری، از مثلا روندن تو خیابونه شهر رشت بشه 1 رو 20 فقط روندن باشه دیگه، اینجوری کات نخوره وسط ویدیو بره آخرش رو رسوندن و اینا. اگه دوست دارید تو کامنت ها بگید این مدل ویدیو هم بگیرم براتون. دو دقیقه چند متر؟ 750 متر. خوب نزدیکه. داداشی اینو خودت میبری میرفتی. داداش گل تقدیم شما، خیلی مخلص. سفارش سریع بود میبرد 23 اوکی. خب این که دیگه اسنپ باکسه. خب یه سفارش 33 تومانی هم گرفتم، بغل دیگه 300 متر. از یه دقیقه هم رسیم اینجاست دقیقا. دست دادم 6 دقیقه 2 کیلومتر حسین آباد رشت. آیسفکت نگم توش و فلان و بیسا، این نباید قدیمی آدم نمیدادم بعدا خودت میدادی داخلش، همینجا نگی داخلشه بهداشتی این کار. سلام، تقدیمش سلامت بشه. هاشم مرتب کنم هاشم جون. خب بچه این هم رسوندم و یه سفارش آخر چون نمیرسیم. رسید من اومد به حساب. خب یه جمع‌بندی بکنم و خب رفقای گل، مجموع 3 ساعت کار من توی اسنپ فود امشب شد 238,500 تومان که تقسیم بر 3 ساعت شد ساعتی 79,500. همونطور که خودتون دیدین من دیگه نگاه نکردم سفارش کم زیاده، مسافت کجاست و فلان و اینا، هرچی بوده پشتم فقط گرفتم که آخر سر ما به یه جنبندی برسیم ببینیم که چه مدل کار به صرفه تر داخل پیک موتوری. اینکه ما سریع همه سفارش ها رو بگیریم، چون به گفتی خود استم میگه که اگه پشت هم بگیریم بیشترین درآمد رو داریم. حالا تستشو کردم دیگه، البته این فقط اسنپ فود بود. حالا ما یه ویدیو دیگه در مورد اسنپ مارکت، یه دونه دیگه هم اسنپ باکس و یه دونه دیگه هم از 3 تا رو با هم میگیرم، یعنی یه روز هر 3 تا رو با هم هر چی سفارش خورد و پشت هم میگیرم، چه اسنپ باکس باشه چه فود باشه چه مارکت. به هر حال امیدوارم که از این سب ویدیو خوشتون اومده باشه و لذتشو برده باشید دیگه. شب خوبی برای من بود، حالا لحاظ درآمدی نه، لحاظ آب و هوا و اینکه در کنار شما رفقای گل بودم. خب اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت هم که فراموش نشه. دم همگی گرم، امیدوارم شب خوبی رو در کنار عزیزانتون داشته باشید. شب همگی خوش.